گرامی داشت نام نیکی باباجان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت باباجان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی. راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 87. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. 4. معارف پروری و ادبیات تاجیک. نیمه دوم عصر 19، ابتدای عصر 20. معارف پروری در نیمه دوم عصر 19، ابتدای عصر 20. بررسی همراه شدن آسیای میانه بر رشد فرهنگ و صنعت و ادبیات مساعدت کرد. عالمان ترقی پروری روسیه در بابت آموزش اقتصادیات، مردم شناسی، تاریخ، زبان، ادبیات، ثروت‌های طبیعی و غیره آسیای میانه خدمت کلان کردند. بسیار متفکران و شاعران آسیای میانه از نمایندگان زیاییان پیشقدم روسیه سبق می گرفتند. تدریجاً ادبیات کشور هم پیش رفت. در تشکل جهانبینی متفکری شهیر آن سالها احمد مخدومی دانش، ملقب به احمدی کله، 1827-1897 تأثیر مدنیت پیشقدم روسیه کلان است. احمدی دانش یکی از فاضل‌ترین آدمان بخارا به شمار می رفت و در سیمای او دختور، شاعر، موسیقیچی، رسام، منجم، عالم و خطاط تجسم یافته است. دانش به عوض آزاد فکری و عقیده های تنقیدیش به کافری نام برآورده بود. با وجود همین هم دانش و معلومات فوق‌العاده او امیر را مجبور میکرد که به وی با نظر اعتبار نگرد. او به صفت کاتب سفارت امیر 3 مرتبه به پتربورگ سفر کرد. شناسایی با روسیه و مدنیت روس در تمام حیات و فعالیت او نقش فوق‌العاده گذاشت. دانش در ابراز مقصد و آرزوهای سیاسی خود به شعار خیال پرستانه پادشاهی معرفتناک رو می آورد. به عقیده وی اگر امیر به فایده معارف خلق باور کننده شود، گویا خود همین برای به طرز نو ساختن حیات واقعی بخارا کافی است. ولی در عین زمان احمدی دانش برای تأسیس نمودن اداره های مشورتی و به این واسطه محدود گردانیدن یک حکمرانی برآمد میکرد. مهمترین اثر احمدی دانش رساله نوادر الوقایع می باشد که از مجموعه پارچه های علمی، فلسفی، پوبلیسیستی و بدیعی فراهم آمده است. در عقیده های فلسفی خود او به مانند ابوعلی ابن سینا و عمر خیام به تعلیمات ابدیت عالم و آفریده شدن آن اعتماد دارد.
او در رساله خود آید به تاریخ حکمرانی سلاله منقیطیه که به طریق پنهانی پهن گردیده بود، بخارای فیادالی را به زیر تنقید سخت گرفت. تمام آدمان با استعداد پاک وجدان آن سالهای بخارا در اطراف احمد دانش گرد می آمدند. استاد عینی در یادداشت‌های خود خیلی زنده و تأثیر بخش به قلم می دهد که چطور احمد دانش به تدریج خود را از دربار دور می کشید و اطراف خود آدمانی را جمع می کرد که کوشش داشتند مردم را از بند جاهلی و بینوایی رها دهند. به این طریقه فکر و عقیده های احمد دانش با وجود آن همه محدودیت های صنفی خود نسبت به آن زمان اندیشه های پیش قدم بودند. بزرگترین خدمت احمد دانش از این عبارت است که او توانست در اطراف خود یک گروه پیروان معارف پروران عصر 19 تاجیک را متحد کند. عبدالقادر خواجه سودا، وفاتش 1874، قاری رحمت الله واضح 1828 1894، عیسی مخدومی بخارایی 1826 1887، شمس‌الدین مخدوم شاهین 1857 1893، حیرت بخارایی 1876 1902. شاعران محفل احمد دانش هرچند شاعران زبردست بودند ولی از جهت عقیده و مفکوره به درجه این متفکری بزرگ رسیدن نتوانستند. در بین ولایت ها در فرغانه که از جهت ترقیات صناعت نسبتاً پیش بود و برخلاف امارت بخارا خود به هیئت گنرال گوبرناتوری ترکستان داخل می شد، رشد عقیده های جمعیتی و سیاسی خوبتر مشاهده می شود. در نیمه دوم عصر 19 و ابتدای عصر 20 ادبیات معارف پرورانه که نمایندگان پیشقدم آن مقیمی، فرقت، حمزه حکیمزاده، دلشاد و انبراتون بودند در اینجا رشد می‌یابند. پنجم، ادبیات تاجیک در ابتدای عصر 20. فعالیت ادیبان پیشقدم تاجیک. در ابتدای عصر 20 فعالیت بعضی ادیبان پیشقدم تاجیک بسا وسعت یافت. حیرت، صهبا، اسیری، عینی و بعضی دیگران از جمله آن ادیبان بودند که شناسایی با ادبیات روس و ایجادیات آنها تأثیری بزرگ رسانید. حیرت 1878 1902 شاعری با استعداد و غزلسرایی زبردست بود، اما شکل و مضمون کهنه نظم به حیرت تنگی میکرد و او در نظم راههای نو میجست. در حیات تیره و تار امارت بخارا وی نور امید ندیده روح افتاده شد و در ایجادیاتش هم آهنگهای یأس و حزن و غم و اندوه خیلی افزود. ولی حیرت شعرهای نیز دارد که در آنها آهنگهای اجتماعی روشن به نظر می رسند و شاعر در این شعرهایش خلق را به معرفت دعوت نموده در راه بهبودی مردم جهد کردن را صفت عالی انسان می شمارد. صهبا 1850 1918 عملداری عالی مرتبه بود. عنوانی تقصبا داشت، اما عوام فریبی و حریصی و جاهلی درباریان و عملداران امیر به این شاعر پاک وجدان معقول نشد. صهبا از دربار رفت. اشعار وی اساساً لیریکی باشد هم ولی هجوی سخت هم بسیار به نظر می رسد. سال 1918 صهبا با فرمان امیر برای اشتراک در نهضت آزادیخواهی خلق به قتل رسانیده شد. تاشخوجه اسیری سال 1864 1915 در خوجند زندگانی میکرد.
با کاسبی کمبغلانه روز می‌گذراند. کسبش سنگ آسیا تراشی بود. اسیری شاعری انسان دوست بود و می گفت که وظیفه ادبیات تفسیف عقل و دانش است. اسیری در اشعارش بای و ملاهای ریاکار را سخت تنقید کرده آنها را خدازدگان راه دین می نامد و در جای دیگر می گوید همه خماری میخانه شرارتند، چی محتسب، چی مدرس، چی قاضی و چی رئیس. اسیری ترغیباتچی فعال علم و دانش بود و عقیده داشت که با راه معرفت خلق را از جهالت و تعصب دینی رها دادن ممکن است و ایمانی کامل داشت که مکتب‌های دنیوی علم و مدنیت مردم را خوشبخت کرده می‌توانند. صدرالدین عینی 1878 1954 یکی از ادیبان ترقی پروری آن دوره بود که سال 1909 اولین کتاب درسی دنیوی تهذیب الصبیان را تألیف کرد. در همان سالها عینی بسیار شعرهای نوشته بود که به مسئله‌های مهم اجتماعی بخشیده شدند. تمام ادیبان مذکور خلاصه می نماید باباجان غفورов در ایجادیات خود خصوصیت‌های مثبت معارف پروری احمدی دانش را محفوظ داشته با راه معرفت به خلق خدمت می کردند. امارت را زیر تنقید می گرفتند، ولی باید قید کنیم که آنها فعالیت معارف پروری خود را با وظیفه و طلبات انقلاب که روز از روز وسعت می‌یافت مطابق کرده نتوانستند. به همین سبب عقیده آنها و عموما فعالیت‌های آنها به اندازه محدود و لیبرالی بود. باباجان غفورov تاجیکان تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 87. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.